هموطنان نازنین، امروز ما آمدیم در شهر کابل در سرای احمد شاهی کابل هستیم. همین وسایل اجناسی را که شما میارین از کدام کشور است یا که تولید خود وطن ما هم است؟ باز کیفیت کدامش بهتر است از وطنی یا یک از کشورهایی که وارد میکنه؟ سیتایی که دو قسمت از بر ما به معرفی بگیرین، قیمتشان چند است، چند نفره هستند؟ یک سیتی که بسیار توجه مرا به خود جلب کرد به می رنگ سیاه که خوش خودم آمد در رابطه اگر هموطنان نازنین، سلام وقتتان بخیر. امید است هر جایی که از دنیا هستین صحت سلامت باشین. صحتمندی شما آرزوی همیشگی ماست. هموطنان نازنین، امروز ما آمدیم در شهر کابل در سرای احمد شاهی کابل هستیم، جایی که انواع و اقسام لوازم خانه اینجا به فروش میرسه و هر نوع اجناسی که شما لازم داشته باشین اینجا به فروش میرسه و شما به خاطر دیدن بیشتر برنامه ها ما را تعقیب کنید و ما هم تمام اجناسی که اینجا به فروش میرسه با مالکین اینجا صحبت میکنیم در رابطه با قیمت ها و ای که خرید فروششان چگونه هست. شما هم بیننده برنامه باشین. ما هم میریم به داخل دکان و میبینیم که انواع و اقسام اجناس خانه که اینجا به فروش میرسه. ما اینا را به شما به معرفی میگیریم، شما هم بیننده برنامه باشین. سلام کاکا جان، وقتت بخیر، خوب هستی؟ شما بخیر، خوب هستین؟ صحت هست ان شاء الله. اسمتان؟ محمد اشرف. خب چند سال میشه کاکا جان اینجا خودت لوازم خانه رو به فروش میرسانی؟ ماشاءالله بسیار دکانت هم منظم و عالی است. ما همشیرتان در روزی 20 سال میشه که میشه دکاندار میکنیم. خب همین وسایل اجناسی را که شما میارین از کدام کشور است یا که تولید خود وطن ما هم است؟ اکثر تولید وطن هم است. خب از کشورهای پاکستان و ایران و چین هست. این کشورها وارد میکنیم. باز چطور از دهه اواخر کاروبارتان رونق داره یا که کم شده؟ همشیرتان توکل به خدا، یا کار خوب است نسبتا دیگه مثل سابق وارد نیست که بازم ناشکری نمیکنیم. شکر است. بسیار خوب کاکا جان، اگر در رابطه با همین سیتایی که ما میبینیم در قسمت بالا نصب است در موردشان بگوین قیمتشان چند است؟ همچنین سیتار میبینید به حساب 6 نفره در روزی 2000 میه. خب بسیار خوب. 12 در روزی 3900. یعنی سیتار قسمت پایینش؟ پایینش ظرفش نسبت او کمتر است. چند نفر است؟ 6 نفره در 1700 روپیه میه. 12 نفره 3400 3500 درام میبرد. خب همین اینا سیتای چینی هستن. خب قیمتشان کاکا جان از سیتای چینی چند است؟ چینی که با چای نان مکمل است. یا قیمتاش در روزی 7500 میبرد. خب 7500 افغانی. 6 نفره 7500. خب 12 نفره در روزی 15000 14500 باز میاد. خب این سیت دیگه که ما میبینیم بسته‌بندی شده کاکا جان، قیمت از این چند است؟ سیتی چایخوری است. بله یا از قیمتش چی میاد؟ 1200 روپیه درام میاد. 1200. قیمت مدشایی که در قسمت بالاست کاکا جان اگر در مورد انواعشان برای ما معلومات بدین. اون چیز ناسوز است. خب 5 تیکه است. قیمت میاد 2700 روپیه. ناسوز است. اینا که از چیزای گرمکن است 12 به حساب 4 دانه 1200 روپیه میاد. تولید کدام کشور هستند اینا؟ اونا تولید ایران است، اینا تولید چین است. خب یعنی چیزا که میبینی یا 3 تیکه است هندی است باشه. 3 دانه ای را میگین؟ یا هندی است. یا از تولید هند است از کشور هند. یعنی شکا 5 تیکه است یا به حساب چینایی است دیگه. خب این کرایه‌ای که در این قسمت از قیمت از اینا چند است کاکا جان؟ کرایه است. ناسوز است قیمت 700 روپیه میاد. بسیار خوب. یعنی سیکام است بازی یا گرمکن است. قیمت 2500 میاد. اینا که از کشور چین میاد. بسیار خوب. یا ایرانی است. از اگر یک نمونه که ساخت خود افغانستان باشه برای ما نشان بدین کاکا جان. ساخت خود افغانستان
همچنین این دیگاست که ساس افغانستان است. دیگای بخار؟ دیگای بخار است. بسیار خوب. اینا که ساس افغانستان است. یعنی یا در کجا جور میشن کاکا جان؟ یا در دشت بچه‌ام جور میشه، در اینجا جلال آباد هم جور میشه. چند لیتر است؟ 15 لیتر، 10 لیتر، 20 لیتر، 30 تا 50 لیتر هم داریم. باز چطور از دهه آخر خرید فروشش؟ او خدا مهربان است، شکر است که ثابت کاری نیست. بازم شکر است، خوب است دیگه. بسیار خوب. اگر در رابطه با این گازام بر ما معلومات بتین کاکا جان که شما اینا از کجا میان؟ یعنی گازام ایرانی شما است، ساخت وطن هم است. حالی فضل خدا وطن ما شما رشد کرده. بسیار خوب. یعنی گازا بسیار با کیفیت، بسیار قیمت شما مناسب با کیفیت هم است. ساخت خود باز وطنای ما کدامش انتخاب میکنن که ساخت خود افغانستان باشه یا یکی از کشورهای همسایه که میارین؟ حالی زیادتر همی افغانستانی است، زیادتر حال مردم خوش میگن، نسبتا ارزان‌تر هم است، کیفیت چون خوبش است. سلامت باشی کاکا جان، اوقاتت خوش، بخیر باشی. بخیر سلامت باشین، روزتون خوش. هموطنان نازنین ما آمدیم در داخل مارکت احمد شاهی، جایی که بسیار لوازم خانه اینجا پیدا میشه و ظروف چینی هست، بسیار مقبول و زیبا هست. در این مورد صحبتای می داشته باشیم با مالک یکی از دکان‌ها که در کنار ما هستن. شما هم ما را تعقیب کنید. سلام بیادر، خوب هستی؟ سلام. اسمتان؟ احمد زه. خب چند سال میشه که اینجا کار میکنی؟ 7 سال میشه. 7 سال میشه. خب شما نام خدا فارسی تا نام خوب است. خب 7 سال میشه که کار میکنین. باز چطور از دهه آخر کاروبارتان؟ خوب شکر الحمدلله. خدا را شکر. اگر در رابطه با می ظروف چینی بر ما بگوین که قیمتایشان چطور از دهه آخر زیاد شده؟ چینی خوب طرف است. پلاسکو است. چطور از باز قیمتایشان دهه آخر خوب است الحمدلله، ارزان شده، قیمت نشده. ارزان شده. ساخت وطن خود ما هست یا یکی از کشورهای دیگه وارد میکنید؟ در پاکستان. از پاکستان میارین؟ پاکستان میارم، در وطن هم است، پاکستان هم است. خب باز زیادتر در پاکستان است. خب شما به عنوان یک فروشنده پلاسکو که کار میکنین و مدت 8 سال است که اینجا تجربه کاری هم دارین، باز کیفیت کدامش بهتر است از وطنی یا یکی از کشورهایی که وارد میکنین؟ دیگه پاکستان. پاکستان؟ وطن خوب چیزی نیست. خب اگر در رابطه با ما ظروفی که دو قسمت از بریم برامون به معرفی بگیرین، قیمتاش چند است؟ خب یک قیمت 5000. خب سیتش؟ سیتی 12 نفره. بسیار خوب. 102 تکه. این 12 نفره 102 تکه. خب امی 12 نفرش با چی چیزا داره؟ گلاس داره؟ گلاس نداره، میوه‌دانی نداره، هیچ چیز نداره. تنها قاب است. اینمی 7000. خب 7000. این قسمت 7000. این 7000 است. بسیار خوب. به اینمی جنس هم 7000 است. بالا است، وزن زیاد داره. خب این 24 کیلو وزن داره. باز 24 کیلو که وزن داره. قیمتش چند است؟ قیمت 7000. این است 21 کیلو وزن است، 5000. 5000. بسیار خوب. اگر در رابطه با پدنوسان بگوین؟ پدنوسا خو رنگ است، اینمی خرد کلان داره. یکی از 2.5 یکی از 300 یکی 3.5 یک 1.5 صدر. خب بسیار خوب. ساخت وطن خود ماست؟ نه، پاکستان. خب ساخت پاکستان است. یک نمونه که در خود کشور ما ساخته شده باشه میشه؟ نداریم. نه. خب متاسفانه. در مورد قابام اگر بر ما بگوین که سیتای بستش؟ این کلی بسته میشه، سی جور میشه. سی جور میشه؟ جور میشه سیتا. ایده بوجی میه، خو دو بوجی میه جور میکنم ما سیتا. بسیار خوب. یعنی هر کدام جدا جدا است، باز شما سیت جور میکنید؟ سیت جور میکنم. سلامت باشی بیادر. تشکر. اوقاتت خوش. زنده باد. تشکر. هموطنان نازنین، در کنار ما یکی از برادرایی که در سرای احمد شاهی شهر کابل اجناس لوازم خانه را به فروش میرسانند. بیشتر در مورد کاربارشان و همچنان معرفی لوازم خانه با ایشان صحبت میکنیم. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ خوار از شما خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ بخیر. سلامت باشی. در ابتدا خودم میشه معرفی داشته باشی؟ عارف هستم، دکاندار مندوی کابل، چینی فروش در فروش مندوی. خب چند سال میشه بیادر اینجا خودت کار میکنی؟ تقریبا 18 سال میشه خوار از اینجا. 18 سال میشه. در رابطه با می لوازمی که شما با فروش میرسانین،
تولیدات وطن است یا که از کشورهای همسایه وارد میکنین؟ زیادترش از کشورهای همسایه خارجی میان، 10% از وطن است، دیگه تمامیش خارجی است. خب اگر در مورد شما یک لطف کنین، یعنی سیتایی که دو قسمت از بر ما به معرفی بگیرین، قیمتشان چند نفره هستند؟ اونا قیمتاش دیگه مختلف است خوار عزیز، از 3,500 افغان شروع است تا 15 12,000 10,000. کدامش 3,000 است، کدامش 15,000؟ 3,000 افغانیش اونا ساده است که نظر به مودش است، نظر به کیفیتش است. نظر به کیفیتش است خوار عزیز. اینیاس خب اینیاس زیادتری قیمتش 3,500 افغانی میه. یعنی بعضیش کرستالا میگن نو کرستال است، قیمتاشون بالا به 15,000 10,000 8,000 افغانی میه. زیادتری اونا رو به جیز آرسی بعضی به خانه میگیرن. باز چطور است فروشاتان در این وقت؟ فضل خدا خوب است، نظر به سابقه تغییر کردن، نظر به دوران جمهوریت، از روزی که امارات اسلامی اومده فروش از اونها کمتر شده. خب فروشات کم شده. دعا میکنیم که فروشاتان رونق بگیره. اگر سیتی که دو قسمت از به ما به معرفی بگیرین که از کدام کشوری را آوردین؟ اونا را از کشور چین هستن تمامیش. خودتان میارین؟ خودمون میاریم. بله اونا کس از کشور چین میاد، سوپربون است اونا. زیاتری به جزای روسی میگیرن، قیمت از اون 13,000 افغانی میاد، 12 نفرش. 13,000 افغانی. اگر در رابطه با میدگای بخاران برای ما معلومات بتین که گرچه مشتری هم دارین؟ مشتری است. خب خیره. این طرف میریم بیا. چند لیتر است این دیگای بخار و ساخت وطن ما ساخت وطن است، راشکو بابا ساخت درانتی جلال آباد است. اونا مختلف از 10 لیتر 8 لیتر 5 لیتر 50 لیتر 30 لیتر است. هر فامیل به ما اندازه ضرورت خود کدام اندازه که ضرورت داره ما اندازه میگیره. بسیار خوب. و اگر بگوین که باز قیمت 15 لیترش چند است؟ 15 لیتر هم جنس بهترش 1300 افغانی است. 1300 افغانی است. خب در مورد دیگای ناسوز هم بگوین که ناسوز چودنی ساخت ایرات هستن. این ناسوز است که غیر از وطن کشور خارجی هم میرن، ازبکستان، ایران، تاجیکستان، روسیه تا کشورهای اروپایی هم میرن اینا. از خود وطن ما خود وطن ما میره. بله. در کدام قسمت وطن ما اینا ساخته میشن؟ خوشبختانه بسیار یک گپ نیک آمد است. یکی از زیادتری در ایران ساخته میشه. ایراتی جنسش خوبش از ساخت ایرات که است. بعضی ساخت کابل هم دارن. کابلیش که از نظر به کیفیت جنس ایرات خوبش است، ناسوز است. بله. بازی دیگه شویانی هم یک سیتش باز چند است قیمتش؟ اونا جنس ایراتی خوبش 6,500 افغانی است. از 1 کیلو سایزش گرفته تا به 1 سیر داره. ساخت کابل که است باز اونا 2,500 تا 3,000 افغانی قیمت. پس تفاوتشون در چی است که قیمت از اونا بلند است و از اینا زیادتر، یا در مواد ساختشون تفاوت داره؟ یعنی ایراتی که ناسوز است، دبل است. جنسیتش خوبش است، دبل که باشه برین چیزی بینش بیخ نمیگیره. و کابلی که با ناسوز نیست، نظر به کیفیت ایراد که با نازکتر است. سلامت باشی، بیا در اوقاتت خوش، در کار بارتان برکت، سلامت باشی. سلامت باشین. تشکر از شما میکنیم که احوال ما را در منده میگیرین، آواز ما را به مردم میرسونین چون کاروبار رونق بگیره. سلامت باشین، بخیر باشین. سلام. خب سلام بیادر، میشه خودتان معرفی داشته باشیم؟ من هستم، همینجا کار میکنم. چند سال میشه بیادر کار میکنیم اینجا؟ من یک 3-4 سال میشه. خب 3-4 سال میشه. ما مشاهده کردیم در بیشتر دکانا که هست تولیدات خود وطن ما بسیار کم پیدا میشه و در دکان خودتان چطور است؟ تولیدات وطن است در این بخشای ظروف؟ بله داریم. خب در کدام قسمت از میشه برام به معرفی بگیرین؟ یا به نظر دیگه وطنی میه حساب اینی هست، اون میوه‌دانی است و خب اگه طرف بیان ببینیم. خب بینیم والا کلش وطنی میه مثلا دیگه. این است کلا وطنی است؟ مکمل وطنی است. میوه‌دانی است یک چند کلش داره. پس قیمتاشون چطور است؟ تفاوت بین تولیدات وطنی و نظر به چیزی که ارزان میه. کیفیتش کم ضعیف است مگم خوب است دیگه. اگر در رابطه با سیتایی که در قسمت دکانتان از برای ما بگوین که پاکستانی میواس. پاکستانی قیمتاشون چند است؟ قیمتاشون مختلف است دیگه. مثلا از همین قسمت اگر به ما به معرفی بگیرین. مثلا 4,500 5,000 تا 5,500 4,000 است. بسیار خوب. مختلف است. اگه این همی سیته که در این قسمت از درست است، در قسمت دست چپ این باز گلاس نداره، کلا قاب است؟ نه مجموعی میاد سیت غذاخوری میاد. سیت غذاخوری است. بله. بازو گلاس نداره؟ نه. خب درست است بیادر، سلامت باشی، اوقات خوش.
هموطنان نازنین، شما در جریان برنامه دیدین که بسیار لوازم خانه و آشپزخانه بسیار مقبول در اینجا پیدا میشه و شما مشاهده کنین که سیت ظرفی که به رنگ سیاه هست، قوری داره و تمام انواع و اقسام یک سیت مکمل است. شما این را ببینین، بسیار مقبول و زیبا هست. بیشتر در مورد از با مالکش صحبت میکنیم، شما هم ما رو تعقیب کنین. سلام بیادر، خسته نباشی. خوب هستین؟ صحتمند بخیر هستین؟ تشکر. اسمت؟ سلام. حسن رضا هستم. خب چند سال میشه بیادر خودت کار میکنی اینجا؟ تقریبا یک 10 سال میشه. خب 10 سال میشه. 10 سال میشه. شما ماشاءالله دکانتان هم بسیار زیبا هست و هر قدر تعریف هم کنیم کم است. شکر زنده باشین. و اگر در مورد ظروفی که ما به معرفی بگیریم، سیتایش بر ما به معرفی کنین، بسیار خوشحال میشیم. این ظرفا که است یک مکمل ظرفای چینی گفته میشه، چینی فروشی. بله. و اینی ظرفا که است یک دانه‌ای است به حساب سیت که مردم میگیره تا قطعه یک سیت برای خود جور میکنه. و این طرف که است یک مکمل شما ببینید، اینیا ظرفای بسته است. این طرف؟ این قفس چهار که میبینی یا مکمل ظرفای بسته است که مردم انواع و اقسامش خوش میکنن و به خانه، به جیز، به این چیزا میگیرن. خب باز چند از قیمت همین ظرفی که در قسمت بالاست؟ یا یک سیت 6 نفرش در حدود 7000 میه. باز کدام وسایل داخل خود داره؟ مکمل دیگه به می آشپزخانه بر روی دسترخوان که بله. استفاده میکنن از غذاخوری. بله. تمام چیز مکمل داره، تا چاینک و میوه‌دانی و گیلاس و بسیار. مکمل مرچ نمک کل چیز داره. یک سیتی که بسیار توجه مرا به خود جلب کرد به رنگ سیاه که خوش خود ما آمد. در رابطه اگر بعضی این معلومات برای ما بتین که ساخت کجا هست، چقدر قیمت داره؟ این ظرف سیاه در حدود یک سال میشه که آمده، از مکمل دانه است. سیت ظرف مکمل میشه خود طاقت است. مال چینی است. بسیار خوب. به رنگ سیاه. و این سفیدش است و سیاهش است. باز کدامش هموطنا زیادتر خوش میکنن؟ هر دویش خوش میکنن. بعضیا که یک ذره وضعیت اقتصادیش خوبتر است، بله. رنگ سیاه رو میره، و که یک ذره اقتصادش کمی پایینتر است، باز سفید میگیره. اگر در رابطه با ایجاکای او خوری هم برای ما بگوین که دو قسمت بالایش دکانتان ماندین بسیار مقبول زیبا معلوم میشن، قیمتاشون چند است و ساخت کدام کشور هستند؟ جک گلاس ها هر رنگش که شما اینجا میبینی ایرانی است. رنگای مختلف داره. یک جک همراه 6 گلاس از کشور ایران میه. قیمتاشون؟ قیمتاش در حدود 4500 5500. خب 4500. باز از هر کدامش که قیمتش معین است؟ معین نه، ثابت بله. نیست قیمتاش. بله. نظر به مشتری است و نظر به بازار است. بسیار خوب. بعضی کسا می اینمی سیت ما برش قیمت میکنیم 600 6500، اگه بله. پیسه دار باشه 5500 جگ را میگن، اگه نه بله. که باز چی باشه 4500. حدود آخر فروش ما 4500 است. 4500 است. زنده باشین بیادر، تشکر. اوقاتتان بخیر خوش. باشین. همچنان تشکر. سلامت باشین. سلامت زنده. هموطنان نازنین، شما در جریان برنامه مشاهده کردین که انواع و اقسام ظروف خانه را اینجا ما به شما به معرفی گرفتیم، قیمتایش و ای که بازار فروش هموطنان عزیز ما که اینجا مصروف کاروبار هستند شما مشاهده کردین. به خاطر دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سرکلو تایم را لایک و سابسکرایب کنید و نظریات خوبتان با ما شریک بسازین تا برنامه بعدی که باز من شمین نجرابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیریم. همه ایتان به الله پاک و بی‌نیاز امانت میسپارم. وقت بر همه شما خوش.